نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. و پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. اگر یکی از آنها یا هر دوی ایشان در نزد تو به سن پیری رسیدند، کوچکترین سخن ناخوشایندی به آنان مگو و بر سر ایشان فریاد مزن و محترمانه با آن دو سخن بگو و از روی مهربانی بال فروتنی و تواضعت را برایشان فرود آور و بگو ای پروردگارم، همان گونه که در کودکی مرا پرورش دادند آنان را مشمول رحمت خویش بگردان. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.